سلام. در این ویدیو ابتدا آموزش ایردراپ تایم کوین رو داریم و به دنبال اون آموزش بازی کتیزن. شما وقتی ربات تایم کوین رو اجرا میکنید شبیه به پروژه های قبلی مثل نات کوین، تپ سوپ همچین صفحه‌ای میاره. 3 تا آیتم داره. آیتم پایینی که فعلا کار نمیکنه. آیتم وسط رو اگر بزنیم به صورت آزمایشی در واقع طی ساعات مشخصی از روز فعلا کار میکنه. خب آیتم اول، وقتی شما وارد آیتم اول میشید همچین صفحه‌ای رو مشاهده میکنید. یه دکمه وسط صفحه وجود داره که نوشته کلیم. شما میتونید در واقع اون رو بزنید و تایم کوین ها رو جمع بکنید. اون بالا هم که موجودی رو نشون میده، زیرش هم که سطح کاربری شما رو نشون میده. اگه من کلیم رو بزنم این مجدد شروع میکنه در واقع به پر شدن. اگه بیایم پایین میبینید که استوریج داره پر میشه. اگه داخل این دایره نگاه بکنید از اون بالا شروع شده به پر شدن، وسطش نوشته ماینینگ. یه نقطه روشن هم داره که روی 60% این دایره قرار گرفته. به اون نقطه که برسه شما میتونید کلیم بکنید و نیاز هم نیست که تا انتها وایسید. حالا این برای کاربرای عادیه. کاربرایی که پرمیوم رو به اصطلاح خریداری میکنن این نقطه میاد به 10%، یعنی هر زمان 10% این دایره پر شد شما میتونی کلیم بکنی. و خب منوهای پایین رو اگر نگاه بکنیم فرندز هست. کسانی که با لینک مستقیم شما در واقع وارد این ربات میشن 20% از ایردراپ در واقع کلیم شده توسط اونها رو به شما میده و دوستانی که در سطح 2 یعنی با لینک دوستان شما میان وارد میشن 5% هم از کلیم اونها رو به شما میده. آیتم ارن داریم. تو قسمت ارن آیتم اول که همون رفرال بونوس یا در واقع همون دوستان هست که روش بزنید وارد همون صفحه دوستان میشه. 2 تا آیتم دیگه هم پایین وجود داره که این 2 تا رو اگر انجام بدید، اولی 1 تایم کوین و دومی نیم تایم کوین بهتون پرداخت میکنه. بریم آیتم بوست. در این قسمت بوسترز داره و مالتیپلایر. بوستر که یه دونه آیتم هست، ماینینگ اسپید یعنی سرعت در واقع ماین کردن هست که شما اگر روش کلیک بکنید میگه 1 تایم کوین پرداخت کن تا سرعت ماینینگ شما رو از نیم تایم کوین در ساعت به 75 ارتقا بده، یعنی 50% افزایش میده. تو قسمت مالتیپلایر میگه 2 نفر رو دعوت بکن تا ضریب ماین کردن رو از 1 به 1.1 افزایش بدم، یعنی 10% افزایش میده. تایم کوین پرمیوم هم آیتم دوم هست که این پولی البته. اگه بخوایم پرمیوم بکنید باید کانکت والت بکنید و با استفاده از تون کوین پرداخت بکنید. فکر میکنم تا جایی که یادم هست حدود 1.5 تون در واقع باید پرداخت بکنید تا برای شما پرمیوم بشه. نه اکانت پرمیوم تلگرام، نه، داخل تایم کوین اکانت شما پرمیوم میشه، یعنی سرعت ماین شما 2 برابر میشه، میزان در واقع اون استوریج 2 برابر میشه. وقتی 10%ش پر شد شما میتونی کلیم بکنی، نیاز نیست تا 60% وایسی. و گفته که به هر حال یه تیک آبی هم داخل همین تایم کوین دریافت میکنید و الی آخر. و همین راحتی شما هر 24 ساعت یک بار یا اگر پرمیوم کردید هر 48 ساعت یک بار در واقع بیاید اینجا و لینک خودتون رو بدید به دوستانتون تا از اون طریق هم بتونید ایردراپ رو جمع بکنید. خب عرض کردم 24 ساعت یک بار یا 48 ساعت یک بار شما به این ربات سر میزنید، بنابراین نه زمانی از شما میگیره و نه مبلغی از شما دریافت میکنه و نه گوشی شما رو در واقع به کار میگیره. بنابراین منطقیه که از این ایردراپ استفاده بکنیم تا ببینیم که آیندهش به کجا میره. خب بریم سراغ بازی کتیزن. وقتی اجراش میکنید این صفحه بازی هست. اون قسمت بالا یه دکمه‌ای داره به اسم کوئست. روی کوئست بزنید وارد این صفحه میشه. یه سری تسکایی داره، اینا رو که انجام بدید بهتون فیش میده. فیش یعنی ماهی. حالا احتمالا منظورش غذای همین گربه هاست. من دونه دونه اینا رو توضیح نمیدم، به هر حال ایردراپ های مختلف اینها رو دیدین دیگه. فقط از اینجا لاگین تو کتیزن، یعنی هر روزی که شما وارد اپلیکیشن بشید 5 تا فیش میده. اینا روزانه است، بقیهش یک باره. خب و اگر بیایم اینور ویزیت آفیشال وبسایت و هر روز که روی این بزنید و وبسایتش رو ببینید هرچند چک هم نمیتونه بکنه 5 تا فیش رو بهتون میده. بقیه آیتم ها هم که واضح هست، مثلا در آیتم های پایین تر که میگه همین که شما از یوزر
ربات میشید 5 تا فیش بهتون میده و 20 تا هم میده اگر که به کانالشون جوین بدید و اینها. و اگر تلگرام پرمیوم هست اکانتتون که خب 200 تا اضافه هم بهتون میده. ببینید اینا از مزایای اکانت پرمیوم تلگرام هست. پروژه های متعددی روی در واقع تلگرام، بلاکچین تلگرام و خود تلگرام ایجاد شده که امتیازات ویژه‌ای هم به کسانی که اکانت پرمیوم تلگرام رو دارن در واقع داده میشه. اکانت پرمیوم تلگرام فکر میکنم 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله داره. حالا 1 ماه هم فکر کنم داشته باشه. من خودم 6 ماهش رو تهیه کردم، فکر کنم حدود 15-16 دلار قیمتشه. به شما هم توصیه میکنم با توجه به پروژه های زیادی که داره روی تلگرام ایجاد میشه پرمیوم تهیه بکنید. اگرم بلد نیستید که به من پیام بدید، من کمکتون میکنم. یه سری واسطه هایی هم هستن که یه مبالغی در واقع حالا اضافه تر کارمزد حق و زحمه دریافت میکنن و اکانت شما رو بدون اینکه لاگین کنن توش پرمیوم میکنن. ولی خب من هم میتونم کمکتون بکنم. خب ما از این صفحه برگردیم به صفحه اصلی. تو خود بازی آیتم های پایین که وجود داره یه قسمت داره به اسم شاپ که برای خرید فیش هست. فیش برای افزایش سرعت بازی و سرعت ماینینگ استفاده میشه و ما الان در فاز 1 این بازی هستیم. منتها این بازی یه جوریه که شما هر کاری که بخواید انجام بدید تا سرعت بازی و ماینینگتون افزایش پیدا بکنه پول میگیره ازتون. از این حیث زیاد خوب نیست، ولی پروژه جونداریه و با توجه به میزان کاری که روی به اصطلاح اپلیکیشن و گیم شده انتظار میره آینده خوبی داشته باشه. بستگی داره البته به دستاندرکاران به اصطلاح این بازی که حالا در آینده چه تصمیم بگیرن، ولی تا اینجاش پروژه خوبیه و هدف من هم از معرفی کردن این نیست که شما برید بازی بکنید. هدف اینه که چون یک پروژه جونداریه ازش عقب نمونید از در واقع ایردراپ این پروژه و توکن این پروژه. خب پس پایین قسمت شاپ داره که برای خرید فیش هست که شما میتونی از طریق تون کوین بخری و کیف پول تون کیپر رو نصب بکنید و اگه خواستید این کار رو انجام بدید وصل میشه به کیف پول تون کیپرتون یا حالا سایر کیفای پولی که تون رو ساپورت میکنن و خریدتون رو انجام بدید. این قسمت آیتم دوم سرعت رو افزایش میده، یه رایگان داره و دوتای بعدی پولیه. اینی که رایگانه هر 3 ساعت 1 بار شما میتونی در واقع این رو انجام بدید، سرعت 2 برابر میشه. این وسط هم که اگر روی این دکمه جنریت بزنید یه گربه بهتون میده و لستکیاتون کم میکنه. به علاوه این که قسمت فید رو داریم، توی فید هم شما میتونید این گربه ها رو به ترتیبی که مورد نیازتون هست یا بخرید یا اینکه یه وقتایی میاد اینجا گربه رایگان هم بهتون میده، باید بیایید و اون رو بردارید تا بیفته تو صفحه و تو بازی قرار بگیره. ببینید الان من اوتو رو خاموش میکنم. الان تو قسمت فید یه دونه ظاهر شد، داره نشون میده قرمز شد. من اگه روی این بزنم یه دونه گربه رایگان شماره 14 فری هم هست. من این رو که بزنم، ببخشید این رو میزنم، خب اوکی شد، افتاد روی این صفحه. یه علامت چیزم اینجا هست گاهن ظاهر میشه توی بازی ها. اینم باز ببینید آیتم این شکلی که وسط بازی ظاهر میشه در واقع همین اسپید هستن. میگه سرعت رو 400% افزایش میده، 1 دقیقهش رایگانه. تایم های بیشتری بخواید در واقع از این استفاده بکنید باید خرید بکنید. من حالا همین رایگان رو میزنم 1 دقیقه رو، خب سکه در حقیقت همینطور بهمون میده. حالا ببینید من اوتو داشتم، اوتو خودش بازی رو انجام میداد. اوتو رو شما بخوای فعال بکنی باید چی کار کنی؟ باید یه مقداری به هر حال فیش بدی و برای این منظور هم باید خرید انجام بدید دیگه. حالا یادم نیست چند تا فیش بود، من اینو قبلا که تست می‌کردم فعال کرده بودم. اگه خواستید یه مقداریش به هر حال اوتو رو فعال کنید. فکر کنم بهترین حالت این باشه که اوتو رو فعال بکنید و بذارید که خود این کار بکنه. شما روزی چند بار فقط بهش سر بزنید، چون احتمالاً وقت یا حوصله انجام این بازی رو ندارید. اوتو رو خاموش کردم که بهتون بگم اگه دستی دارید کار میکنید
خود این الان داره راهنمایی میکنه. ببینید اساس برنامه این شکلی هست که از بالا به صورت ایردراپ در واقع یه بسته ای میاد، داخلش گربه هست با یک شماره ای که این صفحه 12 تایی قرار میگیره. گربه های هم شماره رو شما باید با انگشت بگیرید و روی همدیگه بندازید تا با هم ترکیب بشن و یه گربه شماره بالاتر ایجاد بکنن. خب اینها برای شما سکه ایجاد میکنه. به علاوه این که این وسط سبز رنگ که میبینید اینم سرعت به اصطلاح ماینینگ یا سرعت بازی هست. سرعت بازی یعنی سرعت ماینینگ، سرعت ماینینگ هم یعنی سرعت جمع کردن این سکه های به اصطلاح ویکیتی فعلا بهش میگن، اسمش فعلا ویکیتی هست، سکه های ویکیتی. یکی دیگه انجام بدم. خب ببینید الان زیاد هست دیگه از اینا، مثلا شماره 13 دوباره میگیرم میندازم روی این یکی، شماره 13 میشه 14، دو تا 14 دارم اینو میگیرم میندازم روی این یکی، 15 ها به همین شکل و الی آخر. حالا اون بالا قسمت فیشینگ داره، استفاده نکنید. هر چیز دیگه ای که من توضیح نمیدم داخل این، البته چیز زیادی نمونده ولی به هر حال توضیح نمیدم داخل این بازی، در واقع نیاز نیست شما برید سراغش. و برای خرید هم باز میگم اینکه بخواید پول خرج کنید داخل این بازی، یکی هست به خاطر علاقه خودش تو بازی داره پول خرج میکنه، کاری به اون ندارم. اما اگه قصدتون سرمایه گذاری هست، فقط به اندازه ای که اوتو رو بخواید فعال بکنید به اصطلاح پول خرج بکنید. درست پروژه خوب و عالیه ولی من همیشه میگم 100% فقط خداست. بنابراین روی پروژه های این شکلی که زیاد هم هست این روزها به هر حال و ما نمیدونیم کدوم یکی از اینها موفق خواهد شد، زیاد هزینه نکنید. خیلی خوب، دوباره من اوتو رو فعال میکنم. برای من چون فعاله دیگه چیزی نمیاره، برای شما که فعال نیست روی دکمه اوتو که بزنید وارد یه صفحه‌ای میشه که میگه که اگه میخوای اوتو رو فعال کنم به هر حال اینقدر فیش میخواد و اینا و خرید و اینا رو انجام میدید براتون فعال میشه. دیدین من اوتو رو فعال کردم، خودش دیگه این گربه های همشماره رو با هم دیگه مچ کرد. خب تو قسمت فید هم که این پایین توضیح دادم گربه رایگان داده میشه، اونم خودش اتوماتیک ور میداره، لازم نیست شما برید ور دارید. اما معنیش این نیست که این 24 ساعته برای شما کار میکنه، فقط سفر رو جمع میکنه، بقیه چیزا رو در واقع انجام نمیده. یعنی دیدین اون بالا یه به اصطلاح گربه بزرگتر درشتر اومد که سرعت رو 400% افزایش داد. مثلا اونا رو من تا جایی که میدونم مثلا خودتون باید بیایید و اونا رو بزنید. معنیش اینه که روزی چند بار شما خودتون سر بزنید، یه در حد چند دقیقه با بازی بکنید به عبارتی، بقیهش رو بسپارید به اوتو، من باب این که عقب نمونید از این پروژه. خب چون اگر ما میگیم تو این ایردراپ ها اگر 1% هم این پروژه ها بگیرن با توجه به کاربران زیادی که دارن، الان این بالای 3 میلیون تا کاربر داره. خب 3 میلیون کامیونیتی بسیار بزرگیه و اگه به اصطلاح دستاندرکاران این پروژه عقل و مغز اقتصادی درستابی تو سرشون باشه، اینا با این 3 میلیون کاربر که خب قطعا رفته رفته بیشتر هم خواهد شد، میتونن کارهای بسیار بزرگی انجام بدن. عقب نمونید ازش، استفاده بکنید، اما با شرایطی که گفتم خیلی در واقع زیاد پول خرج نکنید داخلش.